ای وزارت تاجیکستان، ای پرزیدنت محترم امامعلی رحمان التماس میکنیم که با داد همه خلق پوچکنده، خلق کمبغل برسه. همه آدمایی که زمین ها را گرفتن عموما در همه جنه سهم دارن، نه کار کردن سهم ندارن عموما، نه اکرام و جمالش، نه جلال الدینش، نه سراج الدینش، نه هیچ کامش. یک نفر داشتن اکرام و خیردین، خدا رحمتش کنه مرد. دیگهش میگوی کجای دعوا که ما زورتون نمیرسن، نه در حکومت ناحیه، نه در ولایت، نه در جمهوری، یکم جا دوتونده هیچ کس نمیرسن. این مردم اینا 6-7 مرتبه اینا 2 برگرد آدم زیاده ای 300 نفر همه همی بچه هاشون همه سغران خوندگیان اینستیتوت تکنیکوم همه جا در کار میکن، کار نیست، بیکار. این مردم کجا بروه؟ ای کجا بیاوه بخره؟ یک نفر شما یک نفر در زورتون که نرسه این خلق پوچکنده کجا زورش میره؟ چی میخره؟ ما دادونه با کجا بگیم؟ التماس همی چی خلقه دیده ببرویم. همین 48 گکتر که دور همی آدم 140 گکترش گندم کرده، بیاید حکومت رو ببینه 10-20 گکتر پخته میکنه، زواد داخل چای تکه را فرشی میکنه، همه را فرشی میکنه که ما پلان بود کنم همه کارش فرشی همه همی فرشی ما اینجا دکمی داریم، همه همی دکمی کرد. این کارا را رئیس ناحیه نمیدونه و بیچاره و ای فلخور و مگه و کارای ماشینیکی رو نمیدونه. رئیس ناحیه مفرمو میته که برای زمینای بابا رفته زمین خلق بته معاوناش کتی جمال اینا مردم گوش داده گشته ایستن. این خیلی نمیشه کدام روز یکون کم میشه بعد اما حکومت رو بفهمن که کار به چوب تای دیگه کار دارم خلق دیگه مونده مزدم این همین خلق مرا همین زمین آدم پولی نیست باید کرده پرزنت همه داریم باید سامون رفتن زندگیمون پیش بریم تو که ما غلام داریم کنیم گرده پیش بیا گاب زد برای سامت گاب زد بگو سامیه بس که پا سامیه زمین های خدایی داری دست که خاموش میایم خطا دورا با همین کتکدورا و خدشونا ایوان ساگیرا دوره دادون خونه همه هیچ کار نمیکنه فقط دیگه جو میروند در زمینه مولا هم دسته بوی کریکاشی نمو بگوه نمیتونیم اینه کانترام کاتش جاگلش خود راوت شروع کاتش بسو چند سال من همینجا کار میکنم یگون اخترامی تاریخ پدرکم و مادرکم بوده نیست زنم قهرمان مادرم خودم پسنیرم خدمت نشانده ایم همین آدم ها رو میدونن که همه همین زمینه دا اون دگیم انا یگان چورابی نداره یک آدم چه کنه که آدم پیشش نداره این کیه جمال های بلا های بیارش اینجا بیارش ما کارش نکنیم بیاری اینجا گپی یگان آدم نمیگیره ای ما ایرانی واسه دم افشی رهبری سازم نیست کار نکنن همش مفتخره انا میان دوست ما در جبکش میذارم دیگه سینما نمیره اینه به کخال 300 نفر که یگان تاش نیست کا تابه زبو بو امروز کا فلان ما میتونیم برنامه پیش میاد دولت گفتم کجا تولد 1337 شیننده رحمان بردی اوشخون پیتاونی همه جودم کار کردم تا سالی در 86 را مدت هم در کاره بچه‌ها دیدن یادم نیست کم کوتا بوده خسون بود نمیکنن کجا بریم مدت هم دارم بچه‌ها خیلی 4 هم دارم
مرا میپرسم که رئیس جماعت رئیس حکومت همین مرا بوده بچه کلون مقصد 5 به تشمیه خونه 813 ما کجا بریم ما 4 مرتبه پیش رئیس ناحیه رفتم چیز معاونش میبینیم بابا میبینیم هیچی نشید ما خطیت هم جمالدین 2 مرتبه کار کنم ما کجا بریم سری کنیم همه زمین ها ما کار کردیم تا اوسخون تا اینجا هم با 100 قریب 200 زمین دارم همین سامی ما برسم رئیس خدا هم مرده اماری رحمان و پدر مادرش رحمت کردی 4 پیسر ما رو میتم ما رو گذارن ای ما ایشان بخیره با ای مگازی قرض کن هم رئیس که موتور ما رئیس نویا بابر اماری رحمان کی همین سامی ما رو جزا کنه بتا ما یعنی سوپیون یعنی دههای مواصلون یعنی حکومت دولت ناحیه وسه امیو همه اینا دیده است که مردم 200-300 نفر جمع شده وکیل قشلاق رئیس جماعت اشتراک نمیکنه ای منصباشون استفاده میبرن پول ایگجا میارن امیودامو امیرا ما ای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان محترم امام علی رحمان خواهش و التماس میکنم که با همی با دو یعنی خلق برسه که منصبدارش کیه پولدارش کیه رئیس جماعت که در مجلس اشتراک نکنه وکیل جماعت اشتراک نکنه ما خلق ما را زورمون میگه که اینترنت هم میداریم اگر مواصلان دولت حکومت با دو دیمو که برسن ما اینترنت نمیپرتویم برای ما هنی میفهمیم که ما را با دودمون هیچ که نمیرسه یکی اگر قدر قیمت خلق اگر بدونه مواصلان دولت از صبح نه اینمی مواصلان دولت اینمی حکومت ناحیه وسه جماعت خدای رجب وفا ای اساسگذار صلح و وحدت ملی خواهش میکنه که ما را زورمون اومده امیاره چوره شونه بینه پول ایگجا میاره زمین ایگجا میاره وکیلش کیه رئیسش کیه اینه نیست 300 نفر آدم این خیلی مجلس 1000 بار شیدگیه یکم کس به داد یارم کس نمیرسه این فقط همون کاری که نمیتونه نگنه مردم هم برن محکم میکنن 2 سال 3 سال برای پول دوره همه کارم میکنن ما چکو کنیم امیر محترم امام علی رحمان اساسگذار صلح و وحدت همه چوره خلق امکانیت باشه اگر ببینیم ما همه خواهش داریم نه وکیل نه رئیس دیگه چکو کنیم هیچ کدام دردن نورانی اینجا بیا اینجا گپ زن اینجا بیا مردم جمع شدگی برای سهمیه زمین از رئیس نویت زن داده گفتن که جمع شود مردم که جمع شد یکم نماینده رئیس نویت و جماعت هم کس نیامده است